سرخط مهمترین خبرها: اظهارات یک منصبدار قرقیزستان درباره تعیین مرز با تاجیکستان. صاحبکاران ضرردیده بازار جیهان قریب 5 میلیون سومانی قرضدار بودند. و حمله به پایگاه آمریکایی در عراق. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 6 آگوست است و ساعت در دوشنبه 10. وزیر کارهای خارجه قرقیزستان گفته است کشورش نیت دارد علامتگذاری مرز با تاجیکستان را تا 2-3 ماه آینده تمام کند. با گزارش خبرگزاری اینترفکس، جنبه کلوبایف 5 آگوست ضمن نشست خبری گفته است تاکنون حدود 90% خط مرز با تاجیکستان معین شده است. با گفته کلوبایف، رهبران دو کشور این را درک می‌کنند که علامتگذاری مرز باید نهایی کرده شود. در حالی که نظر جانب تاجیکستان به این حرفها معلوم نیست، مقامدار قرقیز گفته است دو طرف علامتگذاری مرز را دوام 2-3 ماه آینده تمام می‌کنند. مقامداران قرقیز از جمله رئیس جمهور این کشور صادر جباروف بارها برای پایان روند علامتگذاری مرز مهلت تعیین کردند، اما این کار تا حال انجام نشده است و دو طرف میگویند گفتگوها ادامه دارند. مقامداران تاجیکستان درباره روند گفتگوهای مرزی با قرقیزستان زیاد صحبت نمی‌کنند. روز 29 ایول عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی زمینی تاجیکستان بدون ارائه دلیل بیشتر تنها گفت 94% خط مرز با قرقیزستان معین شده است. مقامداران قرقیز میگویند 6% باقی مانده در منطقه‌های مرزی بادکن قرقیزستان و سوقد تاجیکستان جایگیر است، جایی که در سالهای اخیر شاهد مناقشه‌های خونین شده است. جزئیات مذاکره‌های هیئت‌های بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان از مطبوعات پنهان میماند و معلوم نیست تا حال موافقه‌های به دست آمده بر اساس کدام شرط حاصل شده است. مقامات قرقیزستان نیز برخلاف سالهای گذشته تفصیلات را نمیگویند. مسئولین بانک ملی در ولایت ختلان گفتند صاحبکاران بازار جیهان که در نتیجه سوختار 1 ایول ضرر دیدن از بانک‌ها قریب 5 میلیون سومانی قرضدار میباشند. فردوس صمدزاده مدیر شعبه منطقوی بانک ملی در شهر باختر گفت از روی معلومات آنها قرض 185 صاحبکار بازار جیهان در نزد بانک‌ها 4 میلیون 785 هزار است. صمدزاده این احتمال را هم ذکر کرد که شاید صاحبکاران قرضدار هم هستند که با آنها مراجعت نکردند. مسئولین نمایندگی بانک ملی در ولایت ختلان گفتند بانک‌ها به صاحبکاران ضرردیده بازار جیهان شاید در پرداخت قرض سبکی دهند، اما گفته نشد که چه سبکی. سوختار در بازار مرکزی ناحیه جیهان شب 1 به 2 ایول رخ داده، در نتیجه آن 401 دکان پرره سوخت. مقامات آتش نشانی ولایت ختلان قبلا گفته بودند 95% بازار به کام آتش رفته است. وزارت کارهای داخلی سبب سر زدن سوختار آتش‌سوزی ناقل‌های برقی گفته بود. پیوندان رپسرای تاجیک رمضان مرادوف معروف به رالک میگن این جوان در بازداشتگاه است ولی از جزئیات پروندهش خبر ندارند. مقامات در این باره رسما چیزی نمیگویند. یکی از خویشاوندان رمضان مرادوف که نخواست نامش ذکر شود به رادیوی آزادی گفت این رپسرا در بازداشتگاه موقتی است، اما معلوم نیست نسبت او با کدام اتهام پرونده گشودند. خبرنگار رادیوی آزادی برای گرفتن شرحی رسمی به دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی دوشنبه مراجعت کرد، اما سخنگوی این نهاد به سوال ما پاسخ نداد. بینندگان عزیز، شما درباره سرنوشت رمضان مرادوف از ما زیاد پرسیدید و برای همین این خبر را جستجو کردیم. رالک شام 24 ایول و بعد پخش صحبتش نسبت رهبران نهادهای قدرتی کشور بازداشت شد. این رپسرا در صفحه اینستاگرامش چند نوار پخش کرد که در آنها به رهبران وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی و رهبری آریان بانک دشنام و حقارت کرده، اینچنین تهدید میکند که نوارهای آنها را پخش میکند. معلوم نیست هدف رمضان مرادوف از این نوارها چی بود و او از مقامات چی طلب داشت. نیروگاه نورک که منبع اساسی تولید برق در تاجیکستان به حساب می‌رود تا حال از آب پر نشده است. بهار امسال به گفته مقامات با سبب کم آبی در این آب انبار تاجیکستان با کمبود شدید برق روبرو شد. چرا تا حال در نورک آبی ضروری جمع نشده است و پیامد آن چه خواهد بود؟ در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده می‌بینیم. آب انبار نیروگاه برقی آبی نورک با وجود رسیدن سومین ماه تابستان هنوز به قدر کافی آب ذخیره نشده است. سطح آب 2 متر پایین‌تر از قدر ضروری است. اگر به این حد برسد مجرای سربن را باز می‌کنند. هر سال در این ماه آب انبار پر بود و آب زیادتی به دریا جاری می‌شد. سبب کمی استفاده زیادی آب نیروگاه برای تامین نیروی برق بوده است. این زمان در نیروگاه در یک شب روز تا 50 میلیون کیلووات ساعت باید برق استحصال شده است. این زمان واردات آب بسنده است، حتی ما ذخیره کرده ایم. اگر در نیم سال یکم گپ بزنیم 3 متر و 20 سانتی متر، اگر 6 ماه را آخر ماه ایون 3 متر و 20 سانتی متر. انا این زمان
2 متر و 30 سانتی متر ما پستیم نسبتی سال گذشته. در نیروگاه نورک با 9 اگرگت حالا بزرگترین در تاجیکستان است چرخه‌های نو می‌گذارند چون پیشینه‌هایش فرسوده شده اند. چرخه پنجم نیروگاه حالا در حال آموزشی کار می‌کند. با فعال شدن چرخه پنجم استحصال برق زیادتر می‌شود. اگریگات پنجمی نیروگاه آبی برقی نورک آماده شده ایستاده است. مهلت تجربویش رفته ایستاده است و در روزهای نزدیک بعد من همین مهلت تجربوی به انجام رسیدن. نورک در جنوب تاجیکستان زمان شوروی ساخته شده است. این نیروگاه و دیگر نیروگاه‌های خرد تاجیکستان قادرند کشور را در فصل تابستان با نیروی برقی کافی تامین کنند. اما تیر ماه و زمستان مردم همیشه از کمی نیروی برق رنج میکشد. حالا که آب کافی در نیروگاه برای زمستان جمع نشده است، نگرانی این است که تیر ماه و زمستان امسال خانه‌های مردم بیشتر تاریک و سرد میمانند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، شهر نورک. حالا می‌گذاریم به مهمترین خبرهای جهان. رسانه‌های معروف از جمله رایترز و خبرگزاری‌های فرانسه از پرتاب موشک به پایگاه حربی آمریکا در عین الاسد در غرب عراق خبر دادند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون هم این خبر را تصدیق کرد و گفت در حمله شام 5 آگوست چند نظامی این کشور زخمی شدند. یک مقام پنتاگون به رسانه‌ها گفته است در حال بررسی خسارات رسیده به پایگاه عین الاسد هستند و جزئیات بیشتر بعد از ارزیابی ارائه می‌شود. با گزارش خبرگزاری رایترز که اولین شده خبر پرتاب موشک به پایگاه آمریکایی را نشر کرد، 2 موشک نوع کاتیوشا به داخل پایگاه افتیده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع عراقی نوشته است چند راکت به داخل پایگاه عین الاسد افتیدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما در گذشته چند حمله مانند به این از سوی گروه‌های طرفدار ایران انجام شده است. در همین حال کاخ سفید اعلام کرد که روز 5 آگوست پرزیدنت جو بایدن و معاونش کامالا هریس همراه با مقامات امنیتی تحولات در خاورمیانه از جمله تهدیدهای ایران و گروه‌های طرفدارش را بررسی کردند. خاورمیانه بعد کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی حماس در تهران در روز 31 ایول پیچیده شد. ایران تهدید کرده است که برای کشتن هنیه از اسرائیل قصاص میگیرد، هرچند تل‌آویو رسما این کار را به عهده نگرفته است. پرزیدنت بنگلادش بعد فرار نخست وزیر این کشور پارلمان را پراکنده کرد. روز 5 آگوست پس از آنکه هزاران اعتراضگر به اقامتگاه رسمی شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش حمله کردند او استعفا داد و طبق گزارش‌ها به هندوستان گریخت. شیخ حسینه 15 سال اخیر نخست وزیر بنگلادش بود. هزاران نفر روز دوشنبه پس از چند هفته اعتراضهای خشونت‌آمیز و درگیری با نیروهای امنیتی وارد قرارگاه رسمی شیخ حسینه در دکه شدند. در اعتراضهای یک ماه اخیر این کشور بیش از 300 نفر کشته شدند. فرمانده ارتش بنگلادش بعد واخوری با رهبران حزب‌های سیاسی مخالف اعلام کرد که در کشور حکومت موقتی تشکیل خواهد شد. اعتراضهای دانشجویان در بنگلادش حدود یک ماه قبل آغاز شد. این تظاهرات خشونت‌آمیز علیه سهمیه بندی در قانون خدمات ملکی آغاز شد. بحث برانگیزترین بخش قانون که باعث اعتراض ساکنان شد، اختصاص 30% از منصب‌ها به فرزندان قربانیان جنگ بنگلادش علیه پاکستان در سال 1971 است. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 6 آگوست را فرا می‌گیرد. ششم августи соли 2004 ғаффор мирзоев раиси оҷонсии назорат бар гардиши маводи мухаддир ва фармондеҳи собиқи горди раёсати ҷумҳурии тоҷикистон боздошт ва 2 сол баъдаш ба ҳабси абад маҳкум шуд. мирзоев дар қасди ташкили табодулоти давлатӣ ва дигар гуноҳҳо айбдор шуд. дархостҳои ба такрори ӯ барои баррасии дигарбораи парвандааш рад шудааст. 6 августи соли 2012 Мавзуна Чорӣ ва барандаи медали биринҷии Олимпиадаи Лондон дар риштаи бокс гардид. ин нахустин медали олимпии як мужзани тоҷик дар солҳои истиқлолияти Тоҷикистон гардид. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 123 سامانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1053 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامداده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید.